درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. ویری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. نخست نگاه به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. خرج پتنت و ثبت جای اقامت برای مهاجران زیاد می شود. دومای دولتی طرح نوی سندی را در این باره بررسی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا راه دیگری را برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین پیش می‌گیرد. او به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چنین هشدار داد: اگر ما در دوام 50 روز شاهد سازش نشویم، ما مبلغ 100% تعرفه جاری می‌کنیم. قرب دلار در تاجیکستان پایان می‌رود. سامانی قوی‌تر می‌شود ولی قیمت‌ها هنوز هم بالاست و به جیب مردم ضربه می‌زنند. Bağımlı məqsəd dolar məknə dolaran pas kira narxına vam xəşilagi akayım. در پارلمان روسیه امروز طرح سندی را بررسی می‌کنند که ظاهراً خراجات مهاجران کره از جمله مهاجران تاجیک برای گرفتن پتنت را زیادتر می‌کند. ولادیمیر ولادین رئیس دومای دولتی گفت که طرح سندی مذکور روز 15 ایول در نشست وکیلان مردمی روسیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این سند مهاجر مجبور می شود که برای گرفتن پتنت و یا اجازه‌نامه کار، دراز کردن مهلت آن، گرفتن نسخه پتنت و یا وارد کردن تغییرات و آن از 4200 روبل تا به 2100 روبل علاوه بسپارد. ولادیمیر ولادین افزوده است که طرح سند نو امکان می‌دهد بر علاوه افزودن پول در بودجه دولت روسیه نظارت مهاجران سخت‌تر شود، جای واقعی اقامت آنها را معین کنند و در نهایت مهاجرت غیر قانونی هم کم شود. بر علاوه این همه پیشنهاد شده است که حجم باج دولتی برای ثبت نام خارجیان از جمله مهاجر کاری در جای زیست، دراز کردن مهلت اقامت آنها بالا برده شود. در یک سال اخیر دومای دولتی روسیه نه کمتر از 20 سند و قانونی را قبول کرد که به شرط و شرایط زندگی و کار مهاجران دخل دارد و آن را محدود یا سخت‌تر می‌کند و قبل حامیان حقوق پیوسته برداشتن موضوع مهاجرت در دومای دولتی تلاش برای دور بردن افکار عمومی روسیه از مشکلات افزاینده داخلی و به خصوص جنگ ویرانگر در اوکراین است که جان سربازان جوان زیادی را می‌گیرد. روسیه بزرگترین میزبان مهاجران تاجیک است و در آن بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. دادگاه ولایت سوخت یک پروفسور تاجیک و منصبدار سابق بلندپایه را به رشوه‌خوری گناهکار دانسته به 7 سال زندان محکوم کرده است. اگرچه نظر خود پروفسور یا وکیل دفاع او به اتهام معلوم نیست، اما خود حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که کروپسیا در تمام قشرهای جامعه ریشه مانده است و به امنیت ملی کشور هم تهدید می‌کند. علیشیر ظریفی گزارش می‌دهد. دادگاه ولایت سوخت پروفسور و رکتور سابق دانشگاه دولتی خوجند را با گناه رشوه‌ستانی به 7 سال زندان محکوم کرده است. در این باره روز 15 ایول خبرگزاری آزیا پلوس گزارش داده گفته است که ایوب عثمانزاده 53 ساله و استاد علوم تاریخ به گرفتن رشوه زیاد گناهکار دانسته شده است. حکم او روز 26 ایون صادر شده است. معلوم نیست پروفسور تاجیک از کی و چقدر پول گرفته است. نظر وکیل دفاع ایوب عثمانزاده معلوم نیست، ولی در گذشته همسر او با رادیو آزادی گفته بود که با شوهرش بدی کردند و خانواده‌اش امید دارد که او را آزاد می‌کنند. ایوب عثمانزاده ماه اپریل سال 2022 با قرار حکومت تاجیکستان و امضای رئیس جمهور امامعلی رحمان رکتور دانشگاه دولتی خوجند تعیین شد و ماه می امسال او را از مقامش آزاد کردند، ولی سبب سبکدوش کردنش را هم نگفتند. رکتور سابق یکی از دانشگاه‌های بزرگترین دولتی تاجیکستان را ماه مارس امسال دستگیر کردند و از آن زمان تا کنون همیشه پرونده او را مخفی نگاه داشتند. اما ماه فوریه همین سال ریاست اداره مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که به گفته اداره رشوه‌ستانی و فساد در آن اوج گرفته است. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریباً 50 مورد رشوه‌خواری و پاراسیتانی را آشکار کردند. ایوب عثمانزاده چند وقت بعد از بازداشت پرویز روزیزاده یکی از زیردستانش و دکان فاکولته بیولوژی و شیمیای دانشگاه دولتی خوجند دستگیر شد. پرویز روزیزاده روز 13 ایون سال 2025 در بازداشتگاه درگذشت و سبب مرگ او را بیماری قلب گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر روسیه در مدت 50 روز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین موافقت نکند، به ضد آن کشور تحریمات نو اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز در این باره در شهر واشنگتن صحبت کرد و درباره کمک‌های نوی نظامی به اوکراین خبر داد تا در جنگ با روسیه مقاومت کرده تواند.
گزارش را در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند. روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که به اوکراین سلاح میفرستد. در عین زمان وی هشدار داد که اگر روسیه به صلح موافقت نکند همکاران تجاری مسکو را تحت تحریم قرار خواهد داد. کارشناسان این تصمیم ترامپ را تغییر مهم سیاست در مقابل روسیه مینامند که بر پایه نومیدی از حمله ها به همسایه کشورش منشأ میگیرد. در پایان ملاقات با دبیر کل پیمان ناتو مارک ریوته در قصر سفید، پرزیدنت آمریکا گفت که سلاح آمریکا به مبلغ میلیاردها دلار توسط کشورهای ناتو به اوکراین فرستاده می شود. ما با دبیر کل پیمان ناتو ملاقات مهم داشتیم. ما در مورد اوکراین اقدام کمی دیگر گرفتیم. ما به ناتو مقدار زیادی سلاح میفرستیم. آنها پول سلاح را 100% پرداخته به اوکراین میرسانند. در بخش نوی صادرات سلاح به اوکراین پایگاه‌های ضد هوایی پتریوت نیز شامل می‌شوند که اوکراین به آن شدیداً احتیاج دارد. به قول ریوت، آلمان، فنلاندیا، دانیا، شویتسیا، نروژ، بریتانیا، هلند و کانادا در خرید سلاح به اوکراین سهمگیر خواهند بود. اگر من پوتین می بودم و می شنیدم که امروز شما تصمیم گرفته اید که بعد 50 روز دست به کار می شوید، من شاید مذاکرات با اوکراین را نسبت به حاضر جدی تر می گرفتم. با فکرم برای آنها این خبری کلان است. واقعا ترامپ به پوتین برای جلوگیری از تحریم مهلت داده است. ما ناراحتیم. من از روسیه ناراحتم. در این باره شاید روز دیگر صحبت کنیم. ولی اگر ما در دوام 50 روز شاهد سازش نشویم، ما مبلغ 100% تعرفه جاری میکنیم. شما آنها را تعرفه ثانوی مینامید. خبرنگار ریترز می نویسد که در دوام 3 سال جنگ اوکراین تجارت ممالک غربی با روسیه به حد امکان کاهش یافته است، ولی تعرفه ثانوی کشورهای شبیه چین و هندوستان را در بر خواهد گرفت که از مسکو به نرخ پست مواد سوخت می‌خرند. سابق سفیر آمریکا در اوکراین ویلیام تیلور میگوید تغییر موقع‌گیری ترامپ پیامدی مثبت خواهد داشت. پوتین مانع می باشد. مانع به تلاش‌های ختم جنگ که ترامپ تلاش آن و تشویش از حال بشری در پی بمباران‌های شبانه اوکراین را دارد. ترکیب این دو عامل تغییر یافت. اما مقامداران روسیه اصرار می‌ورزند که اقدام‌های ترامپ به نقشه‌های کرمل تاثیر نخواهد داشت. معاون رئیس شورای فدرالی پالاتای بالای پارلمان روسیه در شبکه تلگرام نوشته است که در 50 روز در جبهه جنگ و در افکار مردم ممالک غربی هر چیز می‌تواند روی دهد. آن به موقع‌گیری ما تغییر نخواهد آورد. دیروز در پی اعلان اقدام‌های ترامپ به بازارهای اسهام روسیه همگی 2.7% قرب خود را از دست داده استوار باقی ماندند. یعنی سرمایه گذاران روس انتظار داشتند که قصر سفید تحریم‌های بیشتر و عمیق‌تر جاری خواهد کرد. و در تاجیکستان ارزش دلار که یکی از وسیله‌های مهم معاملات به شمار می‌رود پایان می‌رود. سبب چی است؟ اقتصادی کشور پیشرفت کرده است و قرب پول ملی سامانی قوی‌تر می‌شود یا عامل‌های دیگر؟ تغییر ارزش دلار همیشه به اقتصاد تاجیکستان و به خصوص به قیمت مال و مواد و جیب مردم تاثیر زیاد می‌گذارد و از این سبب همکاران ما در دوشنبه برات یوسفی و علیشیر ظریفی از اقتصاددانها پرسیدند که چی سبب کاهش قیمت دلار در تاجیکستان شده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سامانی به طور کم سابقه پایین رفته قرب 100 دلار برابر با 954 تا 964 سامانیش تعیین شده است. چون این روند تقریباً 4 ماه پیشتر آغاز شده به نظر اقتصاددانها سبب‌های خود را دارد. از سبب آنکه دولت‌های پس‌الشوروی یعنی که تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان آنها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد آنها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب
ҳамин омил шуд ки нисбатан ба рубл талабот зиёдтар шаваду ба доллар камтар шавад. шариф раҳимзода ки дар гузашта раиси бонки миллӣ низ буд, дар оғози коҳиши қурби доллар гуфта буд афзоиши пасандозҳо бо сомонӣ кам шудани талабот ба доллар, вазъи иқтисодиёти ҷаҳон, дигар шудани муносибатҳо ва вазъи иқтисодӣ дар кишварҳои шарикони иқтисодии Тоҷикистон аз омилҳоеанд сабаби поин омадани қурби доллар шудааст. ببینید فقط دیگر شدن سیاست آمریکا با روسیه باعث آن گردید که قرب روبل از قرب دلار در روسیه از 100 تا به 80 پایان رود. 20%. дар гузашта тоҷирон яке аз сабабҳои гаронии нархҳоро ба афзоиши қурби доллар рабт медоданд. сокинон мегӯянд ҳоло қурб поин рафтааст, вале дар нархномаи маҳсулот дигаргуние нест. Долларам пас шава мақсад нарх навам хислаги акайма. Ама я чи хислаги. Ба онай мақсад доллар мекна долларам пас гирав нарх навам хислаги акайма. خاگو گوشت با دلار ندارم که اونجا گوشت داخل خود جمهوری گوشت داخل کشور نرخش رفت است بالا این اکو خودی همون صاحب کارم نمیدونم بازار همه چی قیمته مغازینو قیمته میبردارن هر روز میبردارن 10 سوم زیاد میکنن 30 سوم میبردارن هم خیلی اوسا میکنی زمان هم خوش бонки миллии тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратӣ якбора паст шудани қурби долларро то ҳол шарҳ надоданд. поёнравии қурби доллар аз оғози моҳи апрел оғоз шуд. баъзе иқтисодшиносон ин вазъро ба таърифаҳои ҷорикардаи маъмурияти Доналд Трамп, раиси ҷумҳури амрико низ рабт медиҳанд, ки дар оғози моҳи апрел барои молу колои 185 кишвари ҷаҳон таърифа ё боҷи гумрукӣ ҷорӣ кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ваколатдори ҳуқуқи инсон аз баъзи боздоштгоҳҳои вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон изҳори нигаронӣ карда гуфтааст, ки дар ин муассисаҳои баста боздоштшудагон зоҳиран гурусна мемонанд, чун ба онҳо хӯрок намедиҳанд. намояндагони вазорати корҳои дохилӣ гуфтанд, ки дар нақшаи давлатии хароҷот барои онҳо ягон сомонӣ ҷиҳати таъмини боздоштшудагон бо ғизо пешбинӣ нашудааст. мулло раҷаб юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар ва аз шаҳри душанбе. وکالتدار آید به حقوق انسان در گزارش سالانه‌اش نوشته است که سال 2024 تفقیفگاه یا بازداشتگاه‌های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه‌های درواز، ونج، اشکاشه، مسجاه و اش سنجیدند. به گزارش وکالتدار یک مشکل اساسی در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها می باشد و بازداشت شدگان از حساب خویشاوندانشان با غذا تامین کرده می شوند. منبع میگوید که دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیفگاه ها با غذا تامین می‌گردند. وکالتدار از قبل مسئولین بازداشتگاه ها نوشته است که در روی خط یا سمت خراجات وزارت کارهای داخلی برای تامین بازداشت شده ها با غذا مبلغ پیش بینی نشده است. مطابق قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه‌های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگاه داشتن سلامتی و توانایی کفایت می‌کند داده شود. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن فعلا معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ‌های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تحقیقگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل می‌کنند. نمایندگان وزارت به وکالتدار آید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تحقیقگاه‌ها را تعمیر کردند. دستگیر شده‌ها تا انتقال به بازداشتگاه موقت یا سزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می‌شوند. اما فقط بازداشتگاه‌های موقتی وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار آید به حقوق انسان تنقید شدند. در گزارش امبودسمن آمده است بنای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار آید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه‌های پوشیده و قسماً پوشیده رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت آنها را به بازداشتگاه موقتی راه بدهند. ملا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. از آن که تا کنون ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. اگر میل خواندن خبر بیشتر و دیدن گزارش‌های دیگر دارید پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.